با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. اگر خاطرتون باشه ما شروع کارمون رو با رنگ زمینه پوست که اصطلاحاً به اون فون میگیم شروع کردیم و اشاره داشتم به این که هر نوع پوستی با هر ویژگی و هر کیفیتی فون مخصوص خودش رو نیاز داره. مثلا پوستی که از لحاظ رنگ بسیار خوبه، از لحاظ جنسیت نرماله، ما میتونیم رنگی رو بهش بدیم، یعنی از ساده ترین فون که پوشانندگی خیلی قوی نداره، تنها رنگ میده، بهره ببریم. ساده ترین فون پودرها هستن که یه پودر هست که اصلا رنگ نداره، اون برای رفله‌گیری از صورت، برای جلوگیری از عرق کردن، برای جلوگیری از چربیه. و یک نوع پودر هستش که رنگیه و این پودر رنگی میتونه در داخل ظرف‌هایی قرار بگیره که اصطلاحاً همون میگیم بهش پنکیک، یعنی قالب رنگ. این قالب رنگ همینطور که ملاحظه فرمایید مقداری پودر رنگی فشرده است که در داخل ظرفی قرار گرفته. این رنگ فشرده رو در واقع ترکیبی جز پودرهای فشرده نیست، به شکل در واقع با اسفنج مخصوص یا پودزن مخصوصی به سطح فون میمالیم و اینو ما آروم روی پوست حرکت میدیم. خب من اسم این فون رو اصلا گذاشتم فونهای فورس ماژور، چون این فون رو اکثرا برای گوینده هایی که اخباری میخوان بگن، برای گرفتن رفلهای صورت و یا در بین خانم ها برای یک آرایش بازاری که تنها رنگ پوست رو کمی تغییر بدن استفاده میشه. یکی از مسائل که باید یادآوری کنیم اینه که چون این حالت فورس ماژور داره، اکثر اوقات پاکسازی صورت انجام نشده، در نتیجه شما این اسفنج رو میمالید به فون، میزنید به پوستتون، چربی پوستتون جذب این اسفنج میشه و وقتی میذارید روی پنکیک، این چربی به دلیل حالت اسموزی یا مکنده بودن پودرهای فشرده چربی رو میگیره به خودش و سطح فون به شکل یک موزاییک در میاد یا شیشه‌ای میشه که اون دیگه به درد نمیخوره. پس برای که همچین اتفاق نیفته بهتره که اون اسفنج رو اکثرا هر شب بشوریم و خشک کنیم و بذاریم روی، نذاریم رو خود فون. ببینید رو خود فون نذاریم، چون این فونا یه دونه کاغذ سلفون روش هست، اون کاغذ سلفون رو دور نندازید. کاغذ سلفون رو نگه داری که شب که اسفنج رو میشورید، یعنی آخر وقت، آخر آرایش اسفنج رو میشورید و با دستمال خشک میکنید، بذارید رو کاغذ سلفون که چربی ها و رطوبت ها به خورد پودر نره. اما بعضی پودرها حالت پراکنده داره، حالت فشرده است و میبینید رنگ بسیار تیره این داره. البته عرض کردم پودرها رو یا هر فونی رو با توجه به ابعاد صورت به کار میبریم. یعنی اگر صورت، فرض بفرمایید که باز بیشتر نشون میدم، اگر صورت کوچیکه از این پودر تیره استفاده نمی کنیم مگر شخصیت های نمایشی. ما در یک شخصیت نمایشی الزاما باید از رنگ استفاده کنیم که مناسب اون شخصیت. خب طریقه این پودر، باز دوباره تکرار میکنم، ترکیبی از اکسید فلزات و پودر بچه یا پودر تالک. برای زدن این پودر باید مقداری از این پودر رو توی ظرفی مثل در خود پودزن بزنیم، یعنی با یه قلموی بزرگی میزنیم توی فون یا پودر. ببینید مقدار زیادی پودره به نوک قلم گرفته شده. این پودر اضافه رو میتکنیم توی در یه ظرفی که داریم، بعد قلمو رو قشنگ توی این پودرها حرکت میدیم. انقدر حرکت میدیم که کاملا قلمو به پودر آغشته بشه. همونطور که ملاحظه میکنید ضربه وارد میکنم، اضافات پودر رو میگیرم من. حالا من فکر نمیکنم دیگه الان دوباره تکرار کنم به اینکه پوست رو پاکسازی میکنم و من نیاز نمیبینم، چون هدف من اینه که طریقه زدن این پودر رو نشون بدم و اون حرکت اضافه بر وقتمون خواهد بود. حالا پودر که گرفتم، با قلمو گرفتیم، دوباره تکرار کنم، اضافاتشو میگیریم،
میتونیم اضافات رو روی دستمال فشار تکون بدیم. با ملایمت ما پودر رو به صورت میکشیم. ببینید این رنگ خیلی تیره است و به تبع ابعاد صورت رو تحت تاثیر قرار میده و کوچکتر جلوه خواهد کرد. البته این فونی نیست که برای کیفیت بهره میبریم و این موارد یادتون باش. خب این فون هم میبینید که اسپشیال هم پوشانندگیش به مراتب قوی تر از فونهای دیگه است. از این طبقه بندی فونها که تا این لحظه اشاره شد که برای چه نوع پوست‌هایی و به چه دلایلی داریم بهره میبریم که خارج بشیم، میبینیم که فونهای دیگری وجود داره به نام لیکویدها. این فونهای لیکویدی یعنی آبکی، اصطلاحاً البته در آرایش گویا کرم پود بهش گفته میشه، ولی در ما میدونیم که فون لیکویدیه. این فون از لطافت خاصی در پوشانندگی برخورداره. یعنی وقت داره یک قاشقه که معمولاً باید خوب تکونش بدیم که این رنگدانه ها داخل اون مایع مرطوب کننده حل بشه و بعد به وسیله قاشقکی که در داخل خود فون موجوده ملاحظه کنید. حالا من اینو بازم برای که وقت برنامه زیاد گرفته نشه به مختصر استفاده کنم. در قسمت‌هایی از صورت حالا من این فون رو به شکل نقطه نقطه میزنم. این حالت مرطوب کننده داره، در واقع برای پوست‌های کم آب مصرف میشه، بیشتر جواب میده. بازم دیدید نقطه نقطه زدم و شروع میکنیم با ملایمت ماساژ دادن این فون رو روی پوست قرار میدیم با ماساژ. همینطور که ملاحظه میکنید این ماساژ باید انقدر انجام بشه تا حس کنیم که پوست مواد رو جذب کرد. یعنی احساس میکنید که دیگه دستتون روی پوست به راحتی حرکت نمیکنه، بلکه یه مقداری چسبندگی یا گیر میکنه پوست روی دست روی پوست. برای این فون زیر رو پودر میزنیم. بهتر اونه که دیگه روی این پودری که ماتش کنه به کار نبریم، چون از یک تلالو ویژه‌ای برخورداره. زمانی که ما میخوایم یه پوستی رو خیلی لطیفتر نشون بدیم از این فون استفاده میشه. پوشش این فون و اندازه پوشش پنکیک ها و پنستکان نیست. یعنی منظور این که اگر پوست دارای لک و دانه و غیره باشه اونطور جواب نمیده که مثلا پنکیک کوآکالر یا پنکیک تیوی یا پنستک سوپراکالر استفاده میشه. خب از این فون ها که بگذاریم، مبحث فون ما ظاهراً تموم شده. یعنی تمام فون های مطلوب پوست رو بهش اشاره کردیم، الا یک فون که در بعضی از فیلم هایی که لشکریانی داریم، مثلا داستان راستان یا فرض بفرمایید ولایت عشق یا سربداران، یه وقت در بعضی از صحنه‌ها ما ناگزیر میشیم که کل بدن رو که به چشم میخوره، مثلا فرض کنید در مردان آنجلوس پاها دیده میشه، دستها لخته. خب این و اگر ما یک رنگ متفاوتی با رنگ پوست مصرف کنیم به تبع تمام بدن رو باید از اون رنگ بپوشونیم. برای این منظور فونی هست که الان من روی میز دلیلی ندیدم بیارم، یه فون آبکیه به نام بادی میکاپ، در واقع فون مخصوص بدن که اون رو چون حالت آبکی داره توی ظرفی میریزیم، یه مقدار آب میریزیم توش که رقیقش میکنیم، بعد با اسفنج، حالا هر نوع اسفنج آرایشی شد فرق نمیکنه، به کل بدن میمالیم و ماساژ میدیم تا این فون کاملا مثل همین الان مثل این لیکوید جذب پوست بشه. بعد پولیش میکنیم خیلی دقیق و این رنگ جذب پوست میشه بدونی که رنگ بده به لباس.
که در مجموعه هایی که کثرت در واقع بازیگر هست یا لشکریانی وجود دارن مورد استفاده قرار میگیره. تکرار میکنم فون ها در تمام رنگ ها موجوده. خب حالا بحثی که در فون باقی مونده، ما همش معرفی کردیم فون ها رو و اشاره کردیم که هر فونی برای چه پوستی خوبه، اما یه اشاره مختصر در یکی از برنامه‌ها داشتم که رنگ فون رو مثل جنس فون بر اساس حالا ابعاد و اندازه صورت استفاده بکنیم. همین الان اتفاقا من یه حرکتی انجام میدم، مثلا فرض کنید که در این منطقه برعکس حالا یه فون روشن میزنم، ببینید برجسته تر دیده میشه. اگه تیره بزنم فرو رفته تر. حالا برای که در جای مطلوب استفاده بشه از فون یکی از خب ملاحظه میکنید که الان حجم‌های به وجود اومده در قیاس با این ور چقدر خودشو داره نشون میده. پس این تأثیر رنگ تیره و روشن برای ایجاد حجم‌ها و عمق‌ها کاملا به چشم میخوره. بعضی موقع ما مجبور میشیم برای تغییر فرم ابرو، تغییر فرم چشم، حتی جوان کردن صورت، کشیدن این عضلات و از بین بردنش از وسیله‌ای به نام بندینک اصطلاحاً استفاده میکنیم. بندینک یعنی این که روبانهایی داریم که تور ریشبافی رو بهش بافتیم، دوختیم ببخشید، تورای ریشبافی دوخته شده و توسط این تورها و چسب‌های پوست رو میکشیم. حالا من پوست رو میکشم، اگه دقت کنید در فیلمی سریال یک مجموعه تلویزیونی به نام سربه‌داران ما هنرپیشامون اکثرا به نژاد زرد تبدیل شده بودن، یعنی چشمای بادومی کشیده و حالت مغولی. در سربه‌داران از همین بندینک‌های ابرو رو مطابق این تصویر زاویه بهش دادیم، اقتدار بهش میدیم. اگر وسط ابرو رو کمی گود کنیم، جلو کلفتر، در قله کلفتر، وسط باریک، یه مقدار خشونت به قدرت اضافه میشه. و اگر زاویه ابرو رو بندازیم اصلا حالت افتاده، حالت درد و غم رو نشون میده. یعنی اینجا به یه شکل اشاره میشه که برای طراحی، حتی برای طراحی یک ابرو، ابتدا شما باید قیافه شناسی بدونید، اثر درون رو در بیرون مورد مطالعه قرار بدید. موقعی که شما درد داری آیا ابروتون خندانه؟ موقعی که فرض بفرمایید خشمگینید آیا ابروتون با زمانی که بسیار مهربانید یکیه؟ به همین جهت این تصاویر رو، یعنی تصاویر اثر درون در بیرون رو، بهترین که رو صورت خودتون تو آینه مطالعه کنید و بعد شروع کنید به طراحی و ترسیم ابرو. ببینید این ابرو من میتونم الان برگردم. این ابرو اگر خوب یا بد باشه، اگر خوب باشه خب به این نتیجه میرسم که مورد توافق قرار میگیره، میگن که خیلی خوب ما ایران این ابرو خوبه، حالا درست کن. اگر گفتن خوبه، الان محدودیت های ما اجازه نمیده که قیچی دست بگیریم و با قیچی کرک های ابرو رو نرم کنیم. شخصیت نمایشیه، میخواد بره خونش، نمیخواد فیلم بازی کنه. به همین جهت اگر باشه، من الان اینجا دم دستم قیچی موزنی نیست و همین جهت با همین قیچی فقط نمایش میدم. نگاه کنید، میخوایم اگر بخوام موهای کرک زیر ابرو رو بردارم یا قیچی کنم، انگشتمو میذارم رو پوست، ابرو رو میکشم بالا، با انگشت دیگرم نوک قیچی کنترل میکنم و شروع میکنم از یعنی کوتاه‌ترین مو، یعنی مو رو کوتاه میکنم و هرچی میام به سمت بالا کرک ها رو بلندتر میگیرم. یعنی از کوتاه‌ترین مو به بلندترین مو، یا به یه شکل اینجا رو خلوت میکنم که این فرم رو بدم. یا مثلا برای بالای ابرو اگه مو اضافه باشه به این طریق، یعنی انگشتم روی پوسته یا انگشتم روی تیغه قیچیه و شروع میکنم روی پوست حرکت کردن و موهای اضافه رو چیدن.
که در همین مقطع با توجه به زمان باقی مونده خط چشمی برای آقایون، برای که خب ببینید الان ممکنه چشم یه نفر، حالا چشمایشون درشته، چشم یه نفر موجه‌های بور داره و اصلا بیفروخ شده چشم و نیاز داره ما موجه رو تقویت کنیم. برای این مبحث، یعنی برای رسیدن به این مقصود، یه قلم، حالا اونجا شماره 2 انتخاب کردم، این دفعه قلم شماره 4 انتخاب میکنم. در مورد آقایون میتونیم از مواد چرب استفاده کنیم، البته میتونیم از خط مایع خط چشم خشک و هزار در واقع مواد دیگری که وجود داره برای این کار استفاده کنیم. من معمولا از لاک استفاده میکنم مثل ابرو، برای که پاک نشه، برای که ماندگار باشه و طبیعی‌تر و زیباتر جلوه کنه. اما در مواقعی که زیاد نمیخوایم زمان طولانی اون خط بمونه روی صورت، از پنستک ها من استفاده میکنم. پنستک سیاه رو این دفعه نمیگم زیتونی، چون خط چشم یادتون باشه باید از رنگی باشه از ابرو 2 شماره روشن‌تر، ولی از عنبیه خیلی تیره تر، یعنی سیاه غالب باید باشه. رنگ عنبیه به اضافه سیاه غالب. حالا من رنگ سیاه رو میگیرم، به عنبیه‌ام علل حساب کار ندارم، طریقه کشیدن خط چشم رو به شکل نامرئی میگم. قلممو کاملا آغشته کردم به رنگ و در نظم موها دقت کردم که موهای قلمو به هم نریزه. برای این مقصد یا مقصود ببخشید میگم چشمو ببندن کاملا راحت و بعد با 4 انگشت پلک و پیله رو میکشم بالا و قلم رو مماس بر موجه از گوشه داخلی میذارم و میام به سمت انتها. ببینید قلم یه مقدار مایل گرفته شده، یعنی یک طرف قلمو روی موجه هاست، یک طرفش میماله به پلک، لبه پلک. الان چون من پلکو کشیدم بالا، رنگی که روی چشم زده میشه رویت میشه، اما پلکو که ول میکنم پلک میفته روی اون خط گم میشه، دیگه دیده نمیشه که بگیم که با این حرکت خط چشم ما لو میره. این دستی هم که میکشم رنگ‌های اضافه رو پاک میکنم. حالا شما روبرو رو نگاه کنید، دوباره اصلاحی انجام میدم. ببندید، یعنی اگر پله ایجاد شده در لبه پلک، اون پله رو میپوشونم. این حرکت دست کشم، ببینید رنگ رو میدم رو لبه پلک ولی دست میکشم به حالت سایه در میاد، ولش میکنم. روبرو نگاه کنید، تفاوت اون چشم و این چشم و خط چشم، آیا این خط چشم میتونه دیده بشه؟ اگر البته با یه مسئله رو من خدمتتون عرض کنم، معمولاً گیریم در مقابل آینه انجام میشه که من مرتب کارم رو تو آینه چک میکنم که خطا نکنم، ولی وقتی که به خاطر آموزش رو در روی شما واقع میشم کمتر به سوژه نگاه میکنم یا نمیتونم نگاه کنم. به همین جهت ممکنه یه مقداری اون مطلوب من به اجرا در نیاد، ولی الان من باز مطمئنم که این چشم و اون چشم کاملا تفاوت کرده و خط چشمم اونطور که شما در بعض آرایش‌های غلط می‌بینید دیده نمیشه، چون اگه برای صورت یک آقا خط چشم لو بره واقعا شرم‌آور میشه از نظر من. حالا برای پایینم میگیم یه ذره بالا نگاه کنم. ببینید الان پلک پایین اذیت نگاه نکن چشمتون اذیت بشه. پلک پایین هم موجه ها بوره، خودشو خوب نشون نمیده. به یه اصلم توجه داشته باشید، این چشم نیازی به خط چشم نداره که چشم رو درشتر نشون بده، چون چشم به اندازه کافی درشته، ولی از لحاظ آموزشی لازمه که ما ببینیم. یک کم بالا نگاه کنید. حالا ببینید برای که پلک نزنن آقایون معمولا عادت به این کار ندارن و نه به نظر منم منطقیه. حالا ولی هنرپیشه باید عادت کنه. با شستم یا با انگشت دیگه گوشه خارجی چشمو میکشم بالا، میگم یکم بالا نگاه کنن و روی موجه های پایین از گوشه خارجی به مرکز چشم موجه ها رو تقویت میکنم، یعنی رنگ رو حالا کم رنگ تر
در بالا رنگ پررنگ بود، برای پایین کم رنگتر استفاده میکنم و باز بالا نگاه کنید. حالا معمولا خط چشم پایین باید کم رنگتر از خط چشم بالا باشه، مضافاً به این که زمانی این خط چشم پایین به گوشه داخلی کشیده میشه که گوشه چشم ها به هم نزدیک نباشه. اگر چشم ها به هم نزدیک باشه نباید ما خط چشم پایین رو از مرکز به سمت داخل ببریم. اما یه موقع ایجاب میکنه که ما میخوایم مثلا شخصیتی رو یه مقدار فریبکار نشون بدیم. حالا منهای این اصلا زیبایی چشم در اینه که کمی اریب باشه. حالا برای که اریبش کنیم تنها چون آقا هم هست دیگه، خط چشم رو استفاده کردیم، از 2 تا چیز میشه استفاده کرد. یکی مسئله سایه است، سایه چشم، منتها سایه سبز و قرمز و آبی نه، سایه طبیعی صورت رو بالای پلک میکشیم. همونطور که حاله های اینجا الان هنوزم من پاک نکردم صورتو، شما این حاله رو دارید میبینید، این حاله رو میبینید، یعنی خط رو میبینید اینجا عضله برجسته شده، ولی این ور رو ببینید این مسئله رو نداریم. همینطور که این سایه اینقدر تأثیر گذاره که یهو اعضای صورت رو تغییر میده، میتونه بالای خط چشمم ببینید همینجا که کشیدم میتونم سایه تیره بدم، قلموی تیره رو انتخاب میکنم، سایه تیره میدم، ببینید که زاویه چشمم تغییر میکنه. قلم مناسبی رو انتخاب میکنیم، یه کمی رنگ تیره رو، همون رنگ تیره قبل ساختم بهتر بود، فعلا برای سرعت عمل از رنگ در واقع یک نارنجی تیره استفاده میکنم و از روی گوشه خارجی چشم بالای خط چشم سایه تیره میزنم و این سایه تیره رو طوری پخش میکنم که به مرور هرچی به سمت ابرو نزدیک میشه کم رنگ بشه. البته این حرکت تنها برای این بود که بگم با سایه های طبیعی صورت میشه تعادلی در چشم به وجود آورد. که رو باز نگاه کنید، همینطور که نگاه میکنم ببینیم اینجا افتادگی داریم، نگاه کن رو این قسمت افتادگی رو با رنگ های تیره میتونیم متعادل کنیم. یه نکته به ذهنم رسید که عرض کنم خدمتون. همینطور که گفتم برای صورت، برای رنگامیزی صورت اول تعادل باید برقرار شه، بعد هر کار دیگر میخوایم بکنیم، نقاشی کنیم. در چشم هم همین وضعیت رو داریم. چشم وقتی میخوایم براش سایه‌ای بزنیم، چه خانوم باشه حالا چه آقا باشه، اولا باید سعی کنیم این رنگ ها واقعا تعادل به وجود بیاره، تعادل، هماهنگی، هارمونی داشته باشه. نه اینکه از این گوشه چشم تا اون گوشه چشم، پشت چشم رو یه رنگ یک نواخت بزنیم و خوشحال باشیم که زیبایی خلق کردیم. ما زشتی خلق میکنیم اینطوری، چون فرم اساسی رو خراب میکنیم. فرم اساسی همونطور که ملاحظه میکنید پیله چشم اینجا فرو رفته است، اینجا فرو رفته است، یه قوس اینطوری داره و یه قوس از بالا به پایین داره و این قوس ها نباید با رنگ یک نواخت ضایع بشه و از بین بره. و همین جهت باید رعایت کنیم. مثلا چشمی که الان تحدب داره، میبینید که من این وسط رو یه مقدار تیره گرفتم. حالا اگه بخوام از تحدبش کم کنم، گوشه داخلی و خارجی این پلک رو به جایی که تیره کنم از رنگ روشن استفاده میکنم. یعنی همون قلمی که به رنگ سفید نارنجی آغشته کرده بودم، اینجاها رو روشن‌تر میگیرم، اینجا هم روشن‌تر، هرچی به وسط نزدیک میشم کارش نگم تیره نگرش میدارم، در نتیجه چشم یه مقدار تخت میشه. یا مثلا پشت چشم باید صاف، این پیله قشنگ صاف بیاد تا خط سوم، یعنی خطی که محل اتصال پلک و پیله است. یعنی این سایه ها، سایه های تیره موجود در این مناطق از زیبایی چشم کم میکنه. باید اول کاری که میکنیم تمام افتهای در واقع یا فرو رفتگی های اطراف چشم رو از بین ببریم و بعد کارمون رو ادامه بدیم.
یه وقت هستش که ما در بعضی فیلم ها نمیخوایم پوست صورت با فون یک نواخت و عروسکی بشه. اون یعنی آقایی رو میخوایم به نمایش دراریم، یک آقای حالا زحمتکش در کویر کار میکنه یا در صحرا کار میکنه و از یه طرف هم میخوایم خیلی زیبا و صورت خوبی داشته باشه، مثبتی داشته باشه. اونجا فونو که میخوایم بزنیم، به جای که یه نواخت یه دست بزنیم، سعی میکنیم یه فونی بزنیم که حالت مویرگی رو گوناش باشه یا رو صورتش باشه. الان همین قسمت صورت رو اگر نگاه کنید صافه، یه نواخته. حالا من میام از یک اسفنج زبری که معمولا این اسفنج ها فیلتر باک هلیکوپتر، بنزین هلیکوپتر، این اسفنج رو قسمت رو قیچی کنم، یه مقدار رنگ ارغوانی اینجا درست میکنم. این رنگ رو میدم به اسفنجم. حالا نگاه کنید، به جای اینکه فون یک نواخت و یک دست و عروسکی باشه، شامل یک دونه ها و رگه های ریز ادامه میدم. اگر سایه تیره ببینم برطرف میکنم.